بسم الله الرحمن الرحیم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تقدیر حق رقم زد، اعجاز آیه ها را لطف خدا عیان کرد، راز نشانه ها را. نشانه ها. قرآن و طبیعت پیرامون ما. تمامی موجودات کره زمین از جمله موجودات زنده و بیجان طبیعت اطراف ما را تشکیل می‌دهند. مناظر بسیار زیبا و جذابی که توسط انواع گیاهان، حیوانات و سایر موجودات این جهان به تصویر کشیده می شوند، چشمان آدمی را خیره کرده و دل را می ربایند. کافی است نگاهی هرچند گذرا به گستره طبیعت و نظام اعجاب‌انگیز حاکم بر آن بیاندازیم تا به قدرت و عظمت خالق بی همتای آن ایمان آوریم. در بسیاری از آیات نورانی قرآن کریم به طبیعت و اهمیت شناخت پدیده‌های طبیعی اشارات فراوانی شده است. مخلوقاتی چون آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، ابرها، وزش بادها، بارش‌های فراوان از آسمان، رویش گیاهان، زیبایی‌های نور و جلوه‌های گوناگون رنگ‌ها. قرآن کریم از تسخیر طبیعت به خواست خداوند متعال برای بهره برداری انسان خبر می‌دهد. از جمله رام کردن آسمان‌ها و زمین برای خدمت رسانی به سرآمد مخلوقات عالم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. نکته بسیار مهم این است که بدانیم اهمیت آفرینش هر یک از پدیده‌های زیبا و جذاب طبیعت پیرامون ما تا چه اندازه است. نقش هر یک از آنها در زندگی و تکامل انسان چیست و چگونه میتوان از آنها به نحو احسن بهره برد. و مهمتر این که بدانیم هدف از آفرینش این همه مخلوقات کوچک و بزرگ و عجیب و غریب طبیعی چیست. رسیدن به پاسخ این سوالات تنها با مطالعه و مکاشفه و رشد دانش بشری و همچنین توجه به راهنمودهای گرانبهای آیات نورانی قرآن کریم امکان پذیر است. چرا که خداوند متعال همواره انسان را به کسب علم و دانش و تفکر در آفرینش موجودات عالم هستی تشویق می کند و از این مسئله به عنوان راهی برای خداشناسی و درک قدرت و حکمت آفریدگار بی همتا یاد می کند. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. دریافت این حقیقت که در سراپرده هستی
اراده‌ای قوی در زمینه برقراری آسایش و رفاه انسان وجود دارد و این پدیده‌های طبیعی را در راستای نیل به همین هدف تدبیر می کند، موجب می شود که طبیعت و آفریده‌های گوناگون و بیشمار آن برای انسان مفهوم دیگری پیدا کنند و زیبایی و جذابیت مضاعفی داشته باشند. به عنوان مثال، پی بردن به دلیل رفت و آمد مداوم شب و روز که یکی آرامش و آسایش را به ما هدیه کرده و روح و جسم ما را برای آغاز روزی زیبا و پرتلاش آماده می کند و دیگری شور و نشاط و حرکت را برایمان به ارمغان می آورد، نگرش ما را به این دو نعمت الهی وسیع‌تر و عمیق‌تر می کند. همین گونه است دانش و آگاهی نسبت به خورشید و ماه و ستارگان بیشماری که بر اساس آیات نورانی قرآن کریم برای منفعت آدمیان آفریده شدند. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. در روایات مختلف به مسافرت توصیه فراوان شده است. گشت و گذار در کره زمین که دارای انواع و اقسام مناطق طبیعی متنوع می باشد و دیدن منظره‌های زیبا و آشنایی با آداب و رسوم ملت‌ها، گذشته از آنکه به تجربیات ما می افزاید و نگاه ما را وسیع می نماید، ما را با شگفتی‌های آفرینش این عالم آشنا می سازد و فواید بیشمار مادی و معنوی برای ما به ارمغان می آورد. آدمی را از افسردگی می رهاند و به سلامتی جسم و روان ما نیز کمک می کند. فراتر از همه این موارد، دیدن نقاط مختلف این جهان قدرت و عظمت خالق متعال را به یاد می آورد و ایمان انسان را تقویت می کند. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر. در بسیاری از آیات قرآن کریم به پدیده‌های گوناگون طبیعت پیرامون ما اشاره شده است و ابعاد گوناگون، جلوه‌ها و زیبایی‌های آنها مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب این آیات به مطالعه و تفکر در نظام آفرینش و انواع پدیده‌های طبیعی و پندآموزی از چگونگی آفرینش آنها توصیه شده است. بیگمان هدف این آیات تنها بیان علوم طبیعی و پرداختن به قوانین آنها نیست، هرچند در این آیات نورانی به نکاتی اشاره شده که پس از گذشت قرن‌های متمادی امروزه اهمیت و درستی آنها برای انسانها آشکار گردیده و ثابت شده که پیام‌آور این آیات محکم و شگفت‌انگیز بیشک در تعامل با یگان قدرت الهی و آفریننده جهان است. خالق دانایی که از همه امور جهان آفرینش خبر دارد و با آگاهی کامل موجودات عالم را پدید آورده است. قرآن مبین کتاب هدایت است و منظور از ذکر شگفتی‌های جهان در آیات آن دعوت انسان به تفکر و تدبر در چگونگی خلقت موجودات گوناگون و توجه به نشانه‌های وجود خالق متعال در نظام آفرینش است. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. یکی از مسائلی که همواره فکر بشر را به خود مشغول کرده چگونگی آغاز حیات در کره زمین است. آفرینش موجودات ناشناخته و گوناگون و چگونگی زندگی و بقای آنها برای ما بسیار شگفت‌آور و سؤال برانگیز است.
دانشمندان و محققان در طول تاریخ نظرات و فرضیه های بیشماری را برای پاسخ به این مسئله مهم و کلیدی ارائه کردند. اما خداوند متعال در آیات روشنگر قرآن کریم به چگونگی به وجود آمدن این تعداد بیشمار از انواع موجودات زنده اشاره کرده است. آفرینشی که در نهایت شگفتی بر پایه آب بنا شده است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بیان اهمیت آفرینش آب در طبیعت از جایگاه مهمی در آیات قرآن کریم برخوردار می باشد. آب در قالب‌های گوناگونی از جمله دریاها، رودخانه‌ها، نهرها و ریزش بارانها قابل توصیف و بررسی می باشد. اما آنچه در اولویت قرار گرفته و نوعی تقدس و پاکی به این نعمت الهی می بخشد این است که همه چیز از آب پدید آمده، حیات انسان و سعادت و لذت زندگی هر جانداری و در مجموع آفرینش به آب وابسته است. قرآن کریم این شگفتی و زیبایی و اهمیت را چنین بیان می کند: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. از دیگر پدیده‌های شگفت‌انگیز جهان آفرینش که در قرآن کریم از آن یاد شده است، حیات دوباره طبیعتی است که در فصل زمستان سبزی و شادابی خود را از دست داده و با فرارسیدن فصل بهار دوباره زنده شده و جانی دیگر می‌گیرد. این زندگی دوباره با کمک عوامل طبیعی چون بادها، ابرها و باران به وقوع می‌پیوندد و این امر تذکری است برای کسانی که حیات پس از مرگ را انکار می‌کنند. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. جلوه ای دیگر از طبیعت زیبای پیرامون ما گستره وسیع و اعجاب‌انگیز آسمان است که موجوداتی همچون خورشید، ماه، ستارگان و سایر کهکشانها را در خود جای داده است. انسان با تأمل به آسمان نگاه می کند و در پی کشف اسرار نهفته در جای جای این پهنه وسیع و بی انتهاست. زمین هم به عنوان بستر زندگی انسان از دیگر مخلوقات طبیعی جهان آفرینش است. از جمله امتیازات و امکانات زمین توانایی رویاندن محصولات مختلف به اذن آفریدگار تواناست. قرآن کریم یکی از اهداف خلقت پدیده‌های طبیعی را آزمایش انسان بیان می‌کند. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. با گذشت زمان و اشراف علمی بشر بر تعدادی از رازهای خلقت طی سالیان دراز، ابعاد مختلف اعجاز قرآن کریم به اثبات رسیده است. بخش زیادی از ناشناخته ها و اسرار طبیعت که طی قرون اخیر به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی برای انسان روشن و کشف شده است، 14 قرن قبل در قرآن کریم مطرح شدند. اسرار و عجایبی از خلقت گیاهان، جانوران، کوهها، آبها و اقیانوسها، سیارات، ستارگان و فضا. خداوند متعال در آیات نورانی قرآن کریم ما را به زاویه‌های پنهان خلقت جهان آفرینش راهنمایی می‌سازد. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.